سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 8 فوریه تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. با 3 زاده تاجیکستان را از شهروندی روسیه محروم کردند. علاقه 889 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان معین شده است. بازداشت 24 تاجیک و ازبک و قرقیز در چلیابینسک همچون اعضای نرکمافیا. همگی 53 سال داشت. در گذشت پروفسور قطب‌الدین مختاری ساکن 74 ساله کولوب به سیر و جادو و فالبینی عیبدار می شود. و اکنون تفصیلات خبرها. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین و گردیزی تاجیکستان روز 8 فوریه سال 2024 در نشست خبری این کمیته گفت در دوام سال 2023 باز 169 کیلومتر و 480 متر از قطعه‌های باسی مرز تاجیکستان و قرقیزستان معین کرده شد. به گفته خواجه‌زاده تا امروز از 987.6 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان علاقه 889 کیلومتر و 450 مترش معین کرده شده و همگی 98 کیلومتر دیگر این مرز معین نشده باقی میماند. اما منصبدار تاجیک از گفتن جزئیات مذاکرات مسائل مرز با قرقیزستان و اینکه پیشرفت‌های اخیر در امر تعیین و علامتگذاری این مشکل‌ترین مرز در آسیای مرکزی در اساس چه گذشته از طرف جانب‌ها به دست آمده است خودداری کرد و گفت بر اساس توافق بین دو کشور دوشنبه و بشکک تا زمان موافقه نهایی مضمون و محتوای پروتکل و سندهای عاید به کارهای اجرا شده باید مخفی باقی بمانند. وقتی مذاکرات به انجام میرسد ورقه مطبوعاتی با موافق یکدیگر پخش می شوند. آنچه که معلومات داده می شود با موافقه دو طرف رسانه‌ای کرده می شود. از خبرنگاران خواهش می کنیم که حالت ما را درک کنید، گفت عارف خواجه‌زاده خطاب به ژورنالیستانی که از او درباره تفصیلات بیشتر مذاکرات مرزی میپرسند. اما مخفی گذاشتن مذاکرات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان مردم را به خصوص ساکنان مناطق نزد مرزی را در حال نگرانی نگاه می‌دارد. آنها در تشویشند که در این معامله‌های مرزی مبادا زمین‌های بابویشان در حدود کشور همسایه بمانند. از جمله ساکنان چارکو دیه و جماعت بزرگ در کنار شهر اسفرای ولایت سوخت که با نویه بادکند قرقیزستان مرز است با ارسال عکس خریطه‌های این محل به پایگاه خبری بامداد گفتند که خط مرز با قرقیزستان در این قسمت در این آخر خیلی تغییر یافته است و ساکنان چارکو و جماعت سرخ تقریبا بدون چراغو میمانند. پیش چراغو زیاد بود، چاروا رو به 4 کوی اطراف به چرا میبردیم. حالا نموند یگان چراغو. مردم حتی شوخی آمیز میگویند که این دیگر 4 کو نیست، به کوه گفتن گیرید. میگویند ساکنان این در حالی است که از کدام قسمت گذشتن خط مرز 4 کو که یکی از مشکل‌ترین قطعه‌های باسی مرز تاجیکستان و قرقیزستان و یکی از عرصه‌های اساسی مناقشه‌های خونین در مرز این دو کشور تا کنون رسما اعلان نشده است. مذاکرات مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان بعد چند سال رکود تازه از ماه اکتبر سال 2023 یک بار صورت گرفت و در 4 ماه اخیر دو جانب توانستند علاقه 191 کیلومتر قطعه‌های باسی مرز را مشخص کنند. رئیس جمهور قرقیزستان صادر جباروف ماه دکبر اظهار داشت که بشکک و دوشنبه علاقه در بهار سال 2024 مذاکرات مرزی را به پایان خواهند رساند. جانب تاجیکستان این خوشبینی جانب دیگر را مستقیما تصدیق یا رد نکرده است، ولی روز 2 ژانویه سال 2024 وزیر کارهای خارجه ترکیه حاخام فیدان در دوشنبه در پی ملاقاتش با پرزیدنت تاجیکستان و با تکیه به سخنان امامعلی رحمان خبر داد که سازشنامه تعیین و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان علاقه ماه مارس سال جاری به امضا میرسد. پلیس ولایت چلیابینسک روسیه روز 7 فوریه سال 2024 با نشر یک گزارش ویدیویی در صفحه‌اش در کنتاکت از بازداشت 24 زاده تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان با اتهام قاچاق مواد مخدر، مصادره 5 کیلو هیروئین و متادون به مبلغ 15 میلیون روبل از اعضای این نرکمافیا و تحت جستجو قرار دادن نرکبران اساسی و دو شریک دیگرش خبر داد. فعالیت یک سازمان جنایتی قاچاقبر مواد مخدر که اعضایش شهروندان ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستانند پیشگیری کرده شد. 24 نفر بحث گرفته شد. تشکیل کننده این تجارت مواد مخدر و دو یاردمچی او تحت جستجو قرار داده شدند. گفته می شود در اطلاع پلیس در ویدیو نشر شده دیده می شود که افراد متهم به قاچاق مواد مخدر را
با کمک نیروهای مسلح روسگواردیا دستگیر کردند. اما منزلی که آنها را دستگیر کردند از قصر نرکبرانها دیده بیشتر به خوابگاه عده مهاجران شباهت داشت. خود دستگیر شدگان و یا نزدیکان آنها برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فریضه پلیس اعضای این گروه در دست کم 75 جنایت مربوط به قاچاق و فروش مواد مخدر گمانبر دانسته میشوند. به اطلاع تفتیشات رهبران این نرکمافیا که نامش نشر نشده است از خارج روسیه کارهای زیردستان خود را نظارت و هماهنگ میکردند. او از جمله منبعهای به دست آوردن و فروش مواد مخدر را پیدا میکرد و بعد به فروش زدن مواد مخدر فایده به دست آمده را بین زیردستانش تقسیم میکرد. گفته میشود ساختار داخلی این گروه قاچاقبر مثل یک کارخانه منظم شده بود و در آن برخی همچون مدیر شعبه ها، برخی به حیث اپراتور، کوراتور، انتقال دهنده مواد مخدر بین منطقه‌های گوناگون، انباردار، زکلاچک ایفای وظیفه میکردند و این نرکمافیا حتی منیجرها اوید به مسئله های کادری هم داشت است که وظیفهشان جلب اعضای نو برای پنهان کردن مواد مخدر بوده است. به گفته پلیس چلیابینسک این نرکمافیا نه تنها در قلمرو این ولایت بلکه همچنین در ولایت مسکو، سوردلوفسک، کورگان، سامارا، پرنوات و در شهر مسکو هم فروش مواد مخدر را برا گذاشته پنهانگاه‌ها درست کرده بود. نسبت 27 عضو نرکمافیا با اتهام قاچاق مقدار زیاد مواد مخدر و تشکیل اتحاد جنایی پرونده جنایتی گشودند. به آنها طبق قانون‌های روسیه همچون جزا از 15 تا 20 سال زندان تهدید می‌کند. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هروئین، افیون و حشیش دنیا 1425 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سال‌های اخیر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی به بازارهای سیاه شمال سیاره خصوصا به روسیه و قزاقستان تبدیل یافته است. از تقریباً 7000 تاجیکستانی که در زندان‌های روسیه ادای جزا می‌کنند، تقریباً چهارکش برای جنایت‌های مربوط به قاچاق و فروش مواد مخدر زندانی شدند. دانشمند تاجیک پروفسور قطبالدین مختاری، دکتر علم‌های فیلولوژی، پروفسور و استاد رشته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان شام 7 فوریه سال 2024 بعد یک بیماری کوتاه در سن 53 از عالم چشم پوشید. ظفر اسکر از همکاران مرحوم در دانشگاه ملی خبر داد که مراسم وداع با قطبالدین مختاری روز 8 فوریه ساعت 12 در نزد خانه‌شان در سروغه کوچه نعمت قره‌بایف بنای 36 در اوبتو واقع در پشت بنای حکومت نویه فردوسی برگزار می شود. به اطلاع ظفر اسکر نماز جنازه مرحوم نیز روز 8 فوریه ساعت 13 در وقت نماز پیشین در مسجد مرکزی خوانده می شود. پیوندان قطبالدین مختاری خبر دادند که او همگی یک روز بیمار شد. قطبالدین مختاری همگی یک شبانه روز در شعبه بیماری‌های قلب یا کاردیولوژی بیمارخانه قریه بالا بستری شده روز 7 فوریه تقریبا ساعت 17 در همین بیمارخانه از عالم چشم پوشید. به احتمال زیاد قطبالدین مختاری از سکته قلب درگذشت، خبر دادند پیوندان مرحوم به از پلوس. قطبالدین مختاری 28 نوامبر سال 1970 در پنجکین به دنیا آمده. سال 1987 مکتب میانه رقم 19 زادگاهش و سال 1993 دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. او همچون فارغ التحصیل کورس 2 ساله دانشگاه استکهلم با اختصاص کار اجتماعی است. قطبالدین مختاری از سال 1998 اینک 26 سال باز در رشته ژورنالیستیک دانشگاه ملی درس میگفت. سال 2002 رساله نامزدی و سال 2023 رساله دکتریش را دفاع کرده سزاوار عنوان دکتر علم‌های فیلولوژی شده بود. او سال 2007 اجرا کننده وظیفه دکان رشته ژورنالیستیک، سال 2011-2015 مدیر کافدره مطبوعات و سال 2015 دسنت این کافدره و سال 2023 پروفسور کافدره مطبوعات رشته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان بود. 10 نفر در زیر خبر مرگ قطبالدین مختاری از رفتن دانشمند چنین پرکار و انسانی که اینقدر خاکسار و زمینی حیدریق گفته به نزدیکان او تسلیت بیان کردند. روانشان شد و آخرتشان آباد بود. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. وزارت کارهای داخلی جمهوری ادمورتیا یا ادمردستان روسیه روز 8 فوریه سال 2024 خبر داد که ماه ینور سال جاری مقامات این وزارت قرارها درباره شهروندی روسیه محروم کردن 3 زاده تاجیکستان را قبول کردند. در اطلاع وزارت کارهای داخلی ادمورتیا گفته می شود که هر 3 زاده تاجیکستان که در وقتش با ترتیب آسان و ساده شهروندی روسیه را به دست آورده بودند
به دلیل دست زدنشون به جنایت مشخصا به قاچاق و فروش مواد مخدر از شهروندی محروم کرده شدند. یکی از آنها که حالا 55 سال دارد هنوز سال 2004 20 سال پیش شهروند روسیه شده، دوی دیگر جوان 27 ساله و جوانزن 24 ساله تازه سال 2022 شهروندی روسیه را به دست آورده بودند. این جوان 27 ساله توده تاجیکستان ماه ینور سال 2022 شهروند روسیه شده بود، ولی ماه مارس سال 2023 از جانب کارمندان اداره مبارزه با مواد مخدر وزارت کارهای داخلی ادمردستان هنگام در زکلاتک گذاشتن بسته گیرین دستگیر شد. از این مخفیگاه و از خانه این جوان در عموم 150 گرم مواد مخدر یافتند و به حکم دادگاه شهر ایژیوسک پایتخت ادمورتیا 4 اکتبر سال 2023 این جوان تاجیک به 3 سال و 10 ماه زندان نظامش سنگین محکوم شد. مرد 55 ساله زاده تاجیکستان که هنوز سال 2004 در ادمردستان شهروندی روسیه را به دست آورده بود، سال 2021 با حکم دادگاه شهر چلیابینسک با جرم قاچاق مواد مخدر به 8 سال زندان نظامش سنگین محکوم شد. جوانزن 24 ساله زاده تاجیکستان باشد سال 2022 با حکم دادگاه نویه اوستینوف شهر ایژیوسک با این جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر شرطاً محکوم به زندان شد و دادگاه برای او 3 سال مهلت سنجشی مقرر کرده است. اکنون با محروم شدن از شهروندی روسیه این جوانزن که شرطاً محکوم شده در آزادی قرار دارد باید به زودترین فرصت قلمرو روسیه را ترک کند. آن 2 نفر دیگر بعد ادای حکم زندانشان باید ترک روسیه کنند. وزارت کارهای داخلی ادمردستان گفت اگر این افراد خودشان مستقلانه ترک روسیه نکنند مجبوراً بیرون کرده خواهند شد. در عموم شماره محبوسان تاجیک در زندانهای روسیه بیش از 7000 رقم زده می شود. تقریباً چهارک آنها با جرم مربوط به قاچاق فروش مواد مخدر زندانی شدند. از 26 اکتبر سال 2023 در روسیه طرح نو قانون درباره شهروندی این کشور به اجرا درآمد. بر اساس آن نفرانی که شهروندی روسیه را به دست آوردند می توانند برای دست زدن به جنایت از جمله برای قاچاق و فروش مواد مخدر از شهروندی محروم کنند. ناظران امور بر اینند که با تهدید محروم کردن از شهروندی مقامات روسیه تلاش دارند تا شماره هرچه بیشتر مهاجران را به رفتن به جنگ ضد اوکراین وادار کنند. قرار معلوم ارتش روسیه به دلیل تلفات وزنی در جنگ ضد اوکراین به کمبود شدید نیرو دچار شده است. ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 7 فوریه سال 2024 با نشر 2 عکس از بازداشت یک ساکن 74 ساله محله یکم ماه شهر کولوب با اتهام فالبینی و جادوبراری خبر داد. در عکس نشر کرده میلیسای ختلان در پلوی مرد دستگیر شده چندین کرد و قفل و تسبیح و آینه، پاره‌های آهن و حتی قند سفید و ظرف‌های آب و تمور و تشتو بسیار دیده می شود که این نفر گویا برای فالکشویی یا برآوردن جادو استفاده می برده است. خود مرد دستگیر شده و یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی میلیسای ختلان در اطلاعش گفت در دایره برگزاری یک چاره‌بینی اپراتیوی شهروند فیض‌الله رحمت الله سال 1950 ساکن شهر کولاب در خانه استقامتیش هنگام مشغول شدن به سیر و جادو و فالبینی از جانب کارمندان میلیشیا دستگیر کرده شد. طبر ضمن چاره‌بینی‌های سنجشی معین گردید دستگیر شده رحمت الله فیض‌الله خود را همچون فالبین و جادو برار معرفی نموده دوام 5 سال آخر به این کار مشغول بوده است. معلوم کرده شد که در اصل نام برده تنها به خاطر منفعت‌های شخصی برای به دست آوردن مبلغ‌های پولی دست به این کردار مردم فریبانه می‌زده است. در اطلاع همچنین گفته می‌شود که وابسته به حالت مذکور نسبت به دستگیر شده رحمت الله فیض‌الله برای عمل‌های مردم فریبانه‌اش پرونده مأموری ترتیب و برای بررسی به دادگاه شهر کولوب ارسال گردیده است. ماده 482 کد حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان برای مشغول شدن به سیر و جادو و فالبینی همچون جزا جریمه به اندازه 80 تا 50 نشان دهنده برای حساب‌ها را پیش بینی کرده است. در صورت در دوام 1 سال تکرارا صادر نمودن عین کردار جریمه سخت‌تر به اندازه از 60 تا 100 نشان دهنده برای حساب‌ها مقرر کرده شده است. یک جریمه نشان دهنده برای حساب‌ها در سال 2024 72 سومانی را تشکیل می‌دهد. در اطلاع تاکید شده است که امروز علم و دانش‌های طبی در سطح ضروری ترقی و تشکل یافته است. شهروندان را می‌باید از چنین افراد جادوگر و فالبین دوری جسته به عمل و رفتار آنها باور نکنند. در تاجیکستان از سال 2006 فالبینی و سیر و جادو
قانونا منع کرده شده، برای اون در قانونگذاری جزاهای مأموری پیش بینی شده است. ولی اکثر اونهایی که به چنین کار مشغول بودند خود را در وزارت تندرستی همچون طبیب خلقی ثبت نام کرده، همچنان به کارشان ادامه میدهند. رئیس کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 8 فوریه سال 2024 در صفحه‌اش در فیسبوک از مصادره 30 عدد سلاح سرد در پایتخت تاجیکستان تنها در دوام ماه ینور سال جاری خبر داد. این سلاح‌های سرد که در ادامه عملیات با نام شرطی کرد که در دوشنبه اینک افسال باز ادامه دارد، اساساً از دست نورسان و جوانان مصادره کرده می شود. بنا به اطلاع میلیس پایتخت در نتیجه برگزاری عملیات کرد در دوام ماه ینور سال 2024 از نابالغان و جوانان در مجموع 30 عدد سلاح سرد از جمله 26 عدد کارت‌های گوناگون، 2 کاستت و 2 چوب دست مصادره کرده شدند. از جانب کارمندان میلیسیا با این نورسان و نابالغان کارهای فرماندهی گذرانده شده، عاقبت‌های فاجعه‌بار با خود گرداندن سلاح سرد و استفاده آن فهمانیده شد. همزمان نسبت به والدان آنها برای بی‌مسئولیتی ظاهر نمودن طبق طلبات ماده 90 کودکس حقوق و رانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شده برای چاره‌جویی به دادگاه ارسال کرده شدند. گفته می شود در اطلاع میلیس پایتخت به این والدان برای سلحنگاری در تربیت فرزندان جریمه به اندازه از 216 تا 360 سومونی تهدید می کند. وابسته به این میلیس بار دیگر از کل شهروندان مخصوصا والدان و آن نفرانی که نورسان زیر تربیت آنها قرار دارند طلب کرد که نسبت به تعلیم و تربیت و عمل و رفتار نورسان مسئولیت جدی احساس نموده نگذارند که آنها وقت پرقیمت خود را به ثمر سپری نمایند. صفیه خان 10 ساله روز 7 فوریه سال 2024 تقریبا ساعت 13:03 در نزدیکی‌های باغ کمال خوجندی شهر خوجند گم شده است. تا پایان نیمه اول روز 8 فوریه صفیه خان هنوز یافت نشده بود. از همه آنهایی که این دخترچه را در یگان جا دیدند و یا در کجا بودنش معلومات دارند خواهش میکنیم که فوراً به این رقم زنگ بزنید 992 93 408 5554. امیدواریم و دعا میکنیم که این دخترچه معصوم صحت و سلامت است و با کمک شما به نزد نزدیکانش برمیگردد. خداوند فرزندای همه ما را در پناه خود نگاه بدارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.